سلام دوستان عزیز، به کانال شایق مدیا تکنولوژی خوش آمدید. قرار است امروز با شما را با محیط ادوبه پریمیر پرو 2025 آشنا بسازم. زمانی که پریمیر خود باز میکنیم دوستان عزیز، اینجا به ما شما چند فایل ها را نشان میده. اولینش که است اینجا نیو پروژکت است، یک اوپن پروژکت میباشه و دوم ریسن. ما با فایل های دیگه کار نداریم، میخوایم سریع کار خود پیش ببریم و چیزایی که مهم است برای شما معرفی کنیم و بالایش کار کنیم. دوستان عزیز، اینجا نیو پروژکت است که ما میتونیم یک پروژه جدید بگیریم. اوپن پروژکت قبلا پروژه ساخته باشیم ما میتونیم اون را باز کنیم. مثلا در اینجا ریسن داریم. ریسن هم پروژه‌ای است که ما مثلا قبلا ساختیم و بالایش کار کردیم، در اینجا به ما و شما پیشنمایش داده، یعنی ما او را میتونیم دوباره از اینجا بازش کنیم. خب اول میایم بالای نیو پروژکت اوکی کردیم. اینجا به ما و شما میگن نام پروژه تان چیز. فرض مثال من نوشته میکنم احمد، یک پروژه میتونم به نام احمد. اینجا که از لوکیشن چیز، یک فضایی را یا مثلا جایی را انتخاب میکنیم که به می پریمیر ما کافی باشه. فرض مثال جایش آزاد باشه. مثلا من فرض مثال میم در درایو دی، اینجا یک درایو دارم، نوشته میکنم کنترل ان، یک فولدر ایجاد میکنم به نام کی احمد. اوکیش کردم، میم بالایش کلیک میکنم، سیو میزنم، سیو میشه. اوکیش کریت میکنیم، ایجاد میشه. اینجا دوستان عزیز به ما یک پروژه را چی کرد؟ ایجاد کرد. این چی شد؟ پروژه به نام احمد اینجا به ما و شما باز شد. دوستان عزیز، زمانی که من میم دوباره اوپن پروژکت میزنم، میرم درایو دی به نام احمد، اینجا باید اینه به نام احمد، اینجا یک پروژه است. اگر من بالای از این کلیک کنم درست مستقیم مرا بالای خود کدام پروژه؟ اون پروژه که به نام احمد چی کردیم؟ ایجاد کردیم. و دوم دیگه گفته بودم ریسنت فایل کدام فایل است؟ ایمی پروژه‌ای است که ما و شما قبلا چی کردیم؟ ایجاد کردیم. فرض مثال من کدام پروژه را جور کردم؟ به نام احمد که اوکی میکنم، درست میبینید که اینجا با ما و شما پروژه احمد باز کرد. دوستان عزیز، خدا کنه از ویدیو خوشتان آمده باشد. اگر این ویدیو برایتان مفید بود میتونید لایک کنید و کانال خود را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهید. تشکر از این که ما را حمایت کردید. یک جان سپاس.